از اینجا به بعد هر چیزی که میشنوید بر اساس پرونده‌ای واقعی است، پرونده‌ای که حتی بازپرس‌های با تجربه بعد از دیدنش مجبور شدند برای مدتی از کار دور شوند. اگه آماده‌ای بریم سراغ یکی از مرموزترین و تاریک‌ترین پرونده‌های تاریخ. در سال 1983 در محله آروم و بی صدا خانه‌ای معمولی که ظاهرش هیچ فرقی با خانه‌های اطراف نداشت، اما همسایه‌ها مدت‌ها بود بوی عجیب و سکوت غیر طبیعی خانه را حس می‌کردند. هیچ کس نمی‌دانست داخل آن دیوارها چه اتفاقی در حال وقوع است. یک شب چراغ‌های خانه ناگهان خاموش شد. صدای کوتاه و سکوت مطلق. وقتی نیروهای پلیس وارد خانه شدند، با اتاقی روبرو شدند که هیچ پنجره‌ای نداشت. دیوارها عایق شده بود و همه چیز به شدت غیر عادی به نظر می رسید. در مرکز اتاق فقط یک صندلی ثابت قرار داشت. اما چیزی که بیش از همه باعث شوکه شده بود، یادداشتی بود که روی زمین گذاشته شده. روی آن فقط یک جمله نوشته شده بود: هیچ کس نمیفهمد ترس واقعی یعنی چه مگر وقتی که راهی برای فرار نداری. هیچ اثر انگشتی، هیچ نشانه ای از ورود یا خروج، هیچ سرنخی وجود نداشت. انگار کسی آمده بود، کاری انجام داده بود و مثل سایه ناپدید شده بود. بازپرس اصلی پرونده فقط 2 روز سر کار ماند. بعد از آن به طور ناگهانی استعفا داد و دیگر به این پرونده نزدیک نشد. تا امروز دلیلش ناشناخته ماند. این پرونده بعد از 40 سال هنوز باز است. تنها مدرک باقی مانده همان یادداشت مرموز است. هیچ کس نمی‌داند پشت آن جمله چه حقیقتی پنهان شده.